مردی که پول نداره از نظر زنا ارزشی خودتون رو گول نزنید. اصلا اینجا ما نمیخوایم با هم دیگه شوخی نداریم که. مردی که پول نداره اصلا هویت نداره. زنی هم که خرج نداره ارج نداره. خرج زن آخه پول مگه؟ خرج زن احترامه، خرج زن توجهه. تو چون تجربه کافی شد از زندگی نداشته باشی الان این حرفو میزنی، ولی از زنایی که یه ذره پخته ترن این حرفو بپرسی میگه کاش که پول نداشت ولی به من توجه میکرد. کاش که پول نداشت مثلا به من احترام کافی میذاشت. کلا زنا از توجه ندیدن یه زخم خیلی گنده دارن. این زنا خیلی توجه میخوان. من فکر میکنم که این اصلا خواست خداه که زنا توجه میخوان. زنها برای مردها ارزشی قائل نبودن. از مردا فقط یه چیز میخواستن و بعضی از زنها دو چیز. پول و اینا فقط همینو میخواستن. واقعا اینه یه برده جنسی از مردا بعضی موقع من احساس میکنم سوء استفاده میشه. یه برده جنسی پولدار. این نه فقط تو ایران ها، تو تمام دنیا همینه.